همیشه فقط زیبایی‌های دنیای مد رو می‌بینیم ولی کسی به سختی‌هاش فکر نکرده. قراره کل روز رو با سمیرا ابراهیمی طراح ایرانی بگذرونم تا ببینم آیا واقعا این شغلی که میگن انقدر سخته انقدر چالش داره یا نه. سمیرا درس طراحی تو دانشگاه هریت وود تو شعبه لندن خونده و با اینکه تازه کار تو این حرفه خیلی تونسته سریع موفق بشه و برای همین امروز تصمیم گرفتم که بیام ببینم که میتونه رأیمو برای طراح شدن بزنه یا نه. خب سمیرا من بی‌صبرانه منتظر امروزم که ببینم چه سختی‌هایی هست تو دنیای مد. پس بهتر اول با یه قهوه شروع کنیم که انرژی داشته باشیم واسه کل روز. کاملا موافقم. اصلا چی شد وارد دنیای مد شدی و رفتی تو کار طراحی؟ خب این برمیگرده به خیلی قبل، زمانی که اصلا من واقعا بچه بودم و توی خانواده به هر حال مادر بزرگم خیاطی میکرد، خالم خیاطی میکرد، زنداییم، خیلی از افراد خانواده تو کار لباس بودن، خیاطی میکردن و من این همیشه پشنم بود از بچگی. در این حد بود که من انقدر دوست داشتم لباس بدوزم. یه زمانی میشد مثلا مامانم میخواست پرده رو عوض کنه، دوست داشتم از اون پرده به یه فرمی استفاده بکنم. برمی داشتم به مامان بزرگم گفتم میشه به من کمک کنی من اینو به شکل دامن در بیارم. همیشه هنر در کنار تحصیلاتم بود. من لیسانس پرستاری خوندم توی ایران و اومدم به این کشور تقریبا 10 سال پیش. دیدم خب چه جایی بهتر از لندن، مهد فشنه و خب من بهتره که از این فرصت استفاده بکنم. خب پس نوشیدنی تو بخور که بریم شورومت هم ببینیم. تازه روزمون شروع شده. اولین جایی که اومدیم شوروم سمیراست. حالا سمیرا شوروم چه فرقی با یه مغازه معمولی داره؟ شوروم یه جایی مثل به زبون خودمون مزون هستش که در اونجا لباسهایی هستش که خاص هستن و افرادی میان به اینجا که دوست دارن خاص بودن رو تجربه کنن. کلاینت های اصلی من سلبریتی ها و استایلیست های اونا هستن و از جمله با مجله های مختلف خصوصا داخل یوکی همکاری میکنم. یکی از این سلبریتی ها مثلا کی بوده؟ یکی از کسایی که اخیراً هفته پیش برای یکی از اجراهاشون کار من به تنشون رفتش. اگه بشناسین خانم کامیلا کابلو هستش. مگه میشه نشناسین؟ اولین کلکسیون سمیرا رو تو هفته مد لندن امسال دیدیم. کلکسیونش اسمش رولوشنه که میشه همون انقلاب. حالا کلکسیونش رو اینجا داریم و قراره بیشتر راجع به این صحبت کنیم. سمیرا جان بهم بگو که ایده این انقلاب و این کلکسیون از کجا اومد اصلا؟ خب کوین الیزابت یک انگلیس کانسپت اصلی کار من بود ولی من گفتم که چرا که نه بیاد با یه چیز دیگه میکس بشه. و چیزی که به من الهام داد کینگ شاکازولو از آفریقای جنوبی بود که 2 تا کینگ و کوین قدرتمند بودن که من اومدم شاه و ملکه بودن که 2 تاشون قدرتمند بودن و میخواستم ببینم که اگه این 2 تا قدرتاشون با هم دیگه میکس بشه چه اتفاقی میفته. یکی از طرحهایی که تو کسب باک سمیرا دیدم و واقعا عاشقش شدم یه دامن خیلی خاصی بود که فکر نکنم هیچ جای دیگه دیده باشین. الان دامنه رو پیدا کردم و میخوام بهتون نشون بدم که چرا این دامن انقدر خاصه. خب سمیرا بهم توضیح بده که این ایده‌ای که دامنه اینطوری زیپش باز میشه و تبدیل میشه به یک کیف، واقعا این ایده رو از کجا گرفتی؟ من اومدم از شیپ و سیلویت الیزابت یک برای شیپ این دامن استفاده کردم. اگه حجمش رو شما نگاه کنی برمیگرده به اون دوره که مثل دامنای اون دوره که خیلی پر بودن. بله دقیقاً. خیلی طرح خوبیه واسه اینکه مثلا یه موقع بیرون مهمونی جایی میری و نمیخوای کیف دستت بگیری ولی میخوای مثلا لوازم شخصی یه جایی باشه. واقعا این دامن به درد اونجور موقع میخوره. استفاده‌های مختلفی می‌تونی بکنی. هم زیبایی داره هم میتونی ازش کاملا استفاده کنی. دقیقاً.
چقدر پارچه اینجا زیاده. سمیرا از اینجا پارچه های چرمش رو تهیه میکنه. میخوام بدونم که چرا اینجا میاد. خب میبینم که داری مشغول میشی. من محو شدم دوباره اینجا که بیام دست خودم. چقدر رنگای مختلف دارن. یعنی این صورتیه چشم منو گرفته. خب الان همین الان یه چیزی دیزاین کنم. همین الان با همین یه خری واسه من دیزاین کنین لطفاً. اول طراحا طرح رو میکشن، بعد میرن سراغ پارچه، یا اول پارچه رو میای میبینی بعد میگی خب من با این چی میتونم مثلا طراحی میتونه کنم. اتفاق بیفته. بیشتر اینه که شما اول طراحی میکنی، بعضی وقتا اون چیزی که تو طرحت کشیدی، اون رنگی که توی طرحت کشیدی در نظر داشتی اون نیستش که میای اینجا. همونطور که میبینی انقدر تنوع زیاده، هزاران ایده دیگه به ذهنت خطور میکنه. مثلا این پارچه فرانسوی چرمه که شنل هم از این استفاده میکنه. به به، بسیار بسیار. چقدر رنگش قشنگه. شاید خیلی کوچیک باشه، یک پیستاشو من میتونم برات. ببین چقدر سافته، چقدر هم سبکه. چقدر بله دقیقاً خیلی سبک سبکه و نرم. قیمتش کاملاً میتونم بگم 3 برابر چرمای دیگه است. همین. مثل یه چی بگم، یک باغ وحشیه که انگار تمام حیوانات رو اینجا شما میبینی. یه دونه چرم مار 4 متری میخواستم بهت نشون بدم. ترجیح میدم نشون ندی چون من واقعا از مار فوبیا، من خودم فوبیا دارم. من فوبیا مار میترسم. دارم قشنگ. How many meter is it? 4 Okay, 4 meter. Do you want to see, darling? It's there, you can touch it. Touch it. Why is it so smooth? Can you show us? Yeah, sure. اینجاها یه طراح بودن رو دوست ندارم واقعا. شما فقط تجسم کن. This is one python. Yes. این یه دونه یعنی یه مار خیلی بزرگ بوده. این دوم بشه. این دومشه. خب الان اومدیم به دفتر سمیرا. اینجا دیگه سمیرا باید اون کاراکتر طراح خلاقانه رو بذاره کنار و نقش بیزنس وومن رو بازی کنه. اینجا جاییه که تصمیم گیری های مهم انجام میشه. من باید اینجا کاملا مدیریت بکنم کی داره چیکار انجام میده. تمام ایمیل هایی که به وبسایت من میاد متن من میگه که کی چه سفارشی داده و چه نوع سفارشی هست که من بتونم اون سفارش رو در کمتر از 2 هفته انجام بدم و به دست مشتری برسونم. ما هر عکاسی که میکنیم و دنیس میدونه که با هر ویدیو و با هر عکسی چیکار کنه و کجا ازش استفاده کنه به نحو احسن که بخواد کار رو ارائه بده. ساعت 5:30 و ما هنوز اینجاییم. چرا این روز تموم نمیشه؟ خسته شدم واقعا. گشنمه، میتینگ عزیزم اونجا الان منتظرم بریم میتینگ. قربونت برم. شما برو بشین، من الان میام اینجا کارم تموم بشه. بفرمایید. چشم. لطفاً. برای کسایی مثل من که خیلی علاقه دارم به طراحی و دوست دارم که یه روزی طراح بشم، یا کسایی که از الان دارن درسشو میخونن، چه چالشایی باید از الان آمادگیشو داشته باشم؟ خب اینو باید همه بدونن که خب این یه راه خیلی سختیه، ولی واقعا باید یک انسان قدرتمند باشن و واقعا پاش واسن، پای چیزی واسن که براش عشق دارن. این به شما قدرت میده، اعتماد به نفس میده، میتونی خانم خودت باشی. چی بهتر از این که شما بتونی زندگی منیج کنی و رو پای خودت واسه. این چیز خیلی قشنگه به نظر من.